مثلا قطعه مرگ لو بیته خود مذهب شیعه و بیادر فاطمه زهرا و امیر بیادر میگم حضرت من گفتم امام من علی امروز و من حسین امروز شده خیلی داشت. از خیلی کسا فهمیدی شنیدم امام حسین امام را دو زده رفتین خو نکنین کاری نکنین خدا رسی گفتم من نقاشی میکشم یعنی تو تایت میکشم که خودتان باورتان شوه یعنی تو از گوگل میکشم امشب فهمیدین تو احادیث تان دکیر خود میزنم نکنین دی کارتون نکنین متکی بشه نکنین این کارا خوب نیست اگر شما کس مادر سواد داشته باشین این کارتان نمیکنین اگر شما بیناموسا فهمیدی اگر عقل داشته باشین شما این کارا نمیکنین او کس مادر که تیش فهمیدی در فرانسه زندگی میکنه میگه که ما افغانستان رو دوست دارم تو کس مادر افغانستان رو دوست داشته چرا اقلیت دیگه تاوین میکنی باز میگه نفر اومده میگه مافیا کاری بد کرده دین و مذهب اون مافیا چولش صدقه کیریش اون آدم خوب کار کرده و میگم نوکرش هستم اونمو تو باد کنه تو هیچ گذاری تا نمیکشه دیگه این دنیای مجازی است فکر نکنید که فرض مثال پلیس آلمان دنبالش باشه یا دیگه باشه ما این رقم برات بگم اگه فلکس میشنوه حاجی فریدون تو فلکس دکیر برابر کردیم عکس روان کردیم خاندانش کس کنم اگه او آدم اگه دیپورت نکرد در سر کیر خود کش نکردم قزال جهان بگو تو بیناموس آدم بودی شما اگر از این کارهایی که مثلا تو دوست داری که 4 تا هزار دیگه را قد خود کش کنین برین مثلا پشتیبانی از شما را بکنه ما باز این رقم نتونه سیستم میکنم هر کس سیستمش فرق میکنه اینا کی اینا نگاه اینا اگه شاخ آسما باشه خب باز ما سرش پدری میکنیم. نه امروز فردا فهمیدی فاطمیان در افغانستان نه کلگیش کس میکنه نه کلگیش بابا فاطمه نقصان مادر اینا را گربازت میگوید دایش طالبه در پیش کیر خود این رقم چقاندیم این رقم در سر کیر خود شاندیم شما کس فروشای فهمیدی پاپنک زده پکانا فروش فهمیدی کیری ما هم نیستین تو فکر نکن ما در مجبوری زندگی میکنیم ما زن اروپایی شگادیم زن کره مریخ شگادیم ما بچه پدر مینیم خبرت میگم اگر افغان هستی اگر اقلیت افغانستان دمو جایی که مادر تو را که زایده فهمیدی اگر تو به نام افغان هستی سعی کنیم ما این یک منطقی براتون بگیم نفر افغانستانی است از افغان است تولد از زاده افغانستان است میگم ما زن افغانستان گایدیم حالی او چی شد خوار مادر خودش هم گاید چرا یک آدمی که بگه که مثلا آقا اصلا در خودش یک اندازه سر سوزن در خودش نروه افتخار هم میکنه تو حاجی فرایدین کسفرش بیناموس فهمید خاندان تکس کنم اگه ما بیناموس اولاد کسی کرونا نمیبود من مادر تا دمو منسترم کس میکردم تو فکر نکرد اولاد کس مادر بیناموس فهمیدی اسناد چابلقی داری فهمیدی شاگردی پنجرمایی نیستی تایلور در کنید رفته زخمای کنید خوب نشده اینجا اومدی در بیگلاف کنه و میکنی چون زخمای کنید خوب شوه کرمم نیست یا فهمیدی را جدی برد